در دوام سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان ناحیه میر سعید علی حمدانی رشد و نمو کرده. در حدود ناحیه ساختمان انشاءات گوناگون ساحه‌های اجتماعیات و اقتصادیات و سطح معیشی و مدنی ساخته مورد استفاده قرار گرفته استادند که این روند بازگوی صلح و ثبات پایدار میهن و استقلالیت کامل وطن به حساب می رود. در دایره نقشه‌چوربینی‌های جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده و رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید جهت بازدید از رفت کارهای ساختمانی در انشاءات گوناگون، استحصال محصولات صنعتی سنگ و شغل و کشت و پرورش زراعت‌های خواجگی قشلاق از جمله کشت زیر پلیونکا در زمین‌های کشاورزی سفر کاری انجام دادند. لازم به یادآوری است که کارهای ساختمانی بینای ریاست مالیه در ناحیه میر سعید علی حمدانی که فرمایشگر وزارت مالیه بوده ساختمانچی جمعیت دارای مسئولیت محدود عمران سرمایه است در همکاری با جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمایه لایحه از سال 2024 آغاز گردیده تا سال 2025 باید پورا به اتمام رسانیده شده مورد استفاده قرار داده شود. بینای مذکور از 3 آشیانه عبارت بوده دارای اتاق‌های کاری و صحن بینا سفالک پوش کرده شده با گل‌های موسمی آرا داده شده است. ضمن بازدید سروزیر جمهوری تاجیکستان و رئیس ولایت ختلان جهت صفتناک انجام دادن کارهای باقی مانده به مسئولان و ساختمانچیان دستور دادند که کار جانب نموده تا مهلت معین به انجام رسانند. همچنین در دایره سفر از رفت کارهای رنگ و بارنمایی و کارهای ساختمانی بینای 2 آشیانه مایسه تا مکتبی برای 150 جای خواب در مرکز ناحیه بازدید نموده قید داشتند که بهره نورسان کودکان چنین شرایط‌ها در همه شهر و ناحیه‌ها باید فراهم ساخته شود. در کارخانه ساختمانی اسفالت و بتون که از جانب صاحبکاران وطنی ساخته شده است برای 30 نفر شخصان به شغل جای کاری دائمی تامین گردیده تجهیزات لوازم کاری از دولت‌های خارجی خریداری کرده شده مصالح ساختمانی کارکرد گردیده که این روند در شرایط ناحیه‌های دوردست و با جای کار تامین نمودن شخصان نیک ارزیابی کرده می شود. در خواجگی دهقانی بدیلجان 2015 در رفت کشتی پنبه‌دانه شرکت ورزیده زمین‌های کشاورزی و باد و هوای ناحیه میر سعید علی حمدانی را اوید به کشت و پرورش تمام نماد زراعت‌ها از جهت اگروتکنیک زمین از جمله کشتی پنبه‌دانه نیک ارزیابی نمودند.